از لحاظ جناح‌های سیاسی خب کرباسچی با قالیباف و فضاکانی خیلی متفاوته، ولی به الگوی توسعه شهری که میرسیم تقریبا یک جور عمل میکنن. با چه الگویی داریم شهر رو میسازیم؟ تهران رو بر اساس چه الگویی داریم رشد میدیم و توسعه میدیم؟ شهر سمبل در واقع همه حوزه‌های یک تمدن و یک جامعه است. اقتصاد توش درگیر، فرهنگ درگیر، سیاست درگیر، روابط اجتماعی درگیر، همه اینها در شهر دارن شکل میگیره. میخوایم با گسترش پاساژ، مال، فروشگاه توسعه بدیم شهر رو، یعنی با تبلیغات گسترده و ناجوانمردانه و وحشیانه صبح تا شب بمباران میکنید مردم رو که بخرید، مصرف کنید و یک نفر آدم عاقل هم در مدیران شهری پیدا نمیشه که آقا جلوی این رو بگیرید، این داره فرهنگ جامعه رو فاسد میکنه. جامعه مصرفی به وجود بیاریم که مردم فقط صبح تا شب دنبال اینن که بخرن مصرف کنن و لذت زندگیشون و معنای زندگیشون از همین باشه. این مدل